داستان اوتیسم از سایه‌ها تا روشنایی. در روزگاران قدیم، زمانی که دانش پزشکی هنوز به بلوغ امروزی نرسیده بود، کودکانی بودند که رفتارشان برای دیگران عجیب و غریب به نظر می رسید. این کودکان با دنیای اطراف خود به شکلی متفاوت ارتباط برقرار می کردند. بعضی از آنها ساکت و درونگرا بودند، برخی دیگر حرکات تکراری انجام می دادند یا به چیزهای خاصی علاقه شدیدی نشان می دادند. در آن زمان کسی دقیقاً نمی‌دانست این رفتارها از کجا می‌آیند. برخی فکر می‌کردند این کودکان تحت تاثیر ارواح شیطانی هستند. برخی دیگر آنها را عقب مانده ذهنی می‌نامیدند و بعضی حتی والدین را مقصر می‌نامیدند. لئو کانر، یک روانپزشک اتریشی آمریکایی، متوجه گروهی از کودکان شد که رفتارهای مشابهی داشتند. آنها در برقراری ارتباط با دیگران مشکل داشتند، به تغییرات حساس بودند و حرکات تکراری انجام می‌دادند. کانر این شرایط را اوتیسم دوران کودکی نامید و آن را از اسکیزوفرنی متمایز کرد. او اولین کسی بود که اوتیسم را به عنوان یک اختلال مستقل معرفی کرد. همزمان در سوی دیگر دنیا، در همان سالها، یک پزشک اتریشی به نام هانس آسپرگر نیز گروهی از کودکان را مشاهده کرد که در تعاملات اجتماعی مشکل داشتند، اما از نظر زبانی و شناختی باهوش بودند. او این شرایط روانپریشی را اوتیستیک نامید. بعدها این گروه به نام سندروم آسپرگر شناخته شد. دوران سردرگمی و نظریه‌های اشتباه شروع شد. در دهه 1960 و 1970 برخی روانشناسان فکر می‌کردند اوتیسم نتیجه رفتار سرد و بی‌عاطفی والدین، به ویژه مادران است. آنها این نظریه را مادران یخچالی نامیدند، اما خیلی زود مشخص شد که این نظریه کاملاً اشتباه است. پیشرفت‌های علمی و تشخیص بهتر در دهه 1980 راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی گنجانیده شد. سندروم آسپرگر نیز در سال 1904 به این کتاب اضافه شد. قرن 21 اوتیسم زیر ضربین در سال 2013 منتشر شد و همه انواع اوتیسم را تحت یک نام جمع کرد. اختلال طیف اوتیسم این تغییر نشان داد که اوتیسم یک طیف گسترده است و افراد مبتلا می توانند علائم و توانایی‌های بسیار متفاوتی داشته باشند و امروزه میگویند هیچ دو فرد دارای اوتیسم را نمیتوان کاملا شبیه یکدیگر پیدا کرد. امروزه دانشمندان سراسر دنیا در حال مطالعه اوتیسم هستند تا بفهمند چه عواملی باعث آن میشود و چگونه میتوان به افراد مبتلا کمک کرد. داستان اوتیسم هنوز ادامه دارد، اما حالا دیگر کودکان و بزرگسالان در سایه نیستند. آنها در مرکز توجه قرار گرفتند و جامعه می‌کوشد تا دنیایی فراگیرتر و دوست داشتنی‌تر برای آنها بسازد. داستان اوتیسم از سایه‌ها تا روشنایی. در روزگاران قدیم، زمانی که دانش پزشکی هنوز به بلوغ امروزی نرسیده بود، کودکانی بودند که رفتارشان برای دیگران عجیب و غریب به نظر می رسید. این کودکان با دنیای اطراف خود به شکلی متفاوت ارتباط برقرار می کردند. بعضی از آنها ساکت و درونگرا بودند، برخی دیگر حرکات تکراری انجام می دادند یا به چیزهای خاصی علاقه شدیدی نشان می دادند. در آن زمان کسی دقیقاً نمی‌دانست این رفتارها از کجا می‌آیند. برخی فکر می‌کردند این کودکان تحت تاثیر ارواح شیطانی هستند. برخی دیگر آنها را عقب مانده ذهنی می‌نامیدند و بعضی حتی والدین را مقصر می‌نامیدند. لئو کانر، یک روانپزشک اتریشی آمریکایی، متوجه گروهی از کودکان شد که رفتارهای مشابهی داشتند. آنها در برقراری ارتباط با دیگران مشکل داشتند، به تغییرات حساس بودند و حرکات تکراری انجام می‌دادند. کانر این شرایط را اوتیسم دوران کودکی نامید و آن را از